آدمان میگویند که بازی فوتبال حرام است. توپ کلای پیغمبر میباشد. این گپا راست است یا نه؟ درباره معلومات این گپا همه دروغ هستند، سفسطه هستند. نه کلای پیغمبر است این توپ، نه کلای امام حسین است. این گپا دروغ هستند، سفسطه هستند. اگر به شرطی که وقتی نماز باشه به سبب نماز شما فوتبال بازی کنید، در این صورت حرام است بازیش. وقتی نماز نباشه و خاطر ورزش بدن هیچ گپی نداره. ورزش بدن خودش برای ما و شما ضروره. به خاطر ورزش بدن وقتی نماز باشه درسته فوتبال، به شرطی که همین سطر رو رعایت داشته باشید. مثلا یگان شورتی که باشه که زانو تو نبپشونه که کشف عورت نشه، دیگر یگان بوکی نداره. السلام علیکم دوستان محترم. دیروز یک ویدیو دیدیم، یک نفر نامش گرفته است، نامش نمیخونیم. گفته است که وقتی که با یک گفتن 3 طلاق میگویی، زن 1 طلاق میشود. شما در این باره چی میگوید؟ ما میخواهیم ساده کرده فهمیم. تشکر زیاد، خدا از شما راضی باشه. 3 طلاق به یک گفتن هم 3 طلاق میشود. اگر جدا جدا هم یک تا هم بگه 3 طلاق میشود. الطلاق مرتون، خداوند در قرآن سوره بقره میگه طلاق 2 تا است. کدام چی معنا دارد؟ فامساکم بمعروف او تسریح بإحسان. خب 2 تا هست در حالتی که یک طلاقت میتونه با زندگی کنه، نکاح کنه. اگر که هیچ نشید 2 مراتب هم نکاح کنه، مثلا که زندگی کنه 2 مراتب هم نشید با طلاق کنه. همین طلاق 2 تا تمام دیگه. 3م طلاق وقتی که واقع شد فین طلقهاست، وقتی که 3م طلاق گفت لم تحل له حتی تنکیه زوجا غیره، او شوهر برای دیگر حلال نیست. وقتی که 3 طلاق شد حتی که شوی دیگر کنه، عیده میپویه، شوی دیگر میکنه، با شوش همخوابگی زن و شوی میکنه. که یکی او مردک زن یا مردک که یکی او مردک بمبره یا که یکی مردک طلاقش کنه، ایده میپویه، بعد شوهر اولش گرفتش میتونه، دیگر نمیتونه گرفته. اما در مسئله 3 طلاقه بحث زیاد است. پیرامون 3 طلاقه مخصوص کتاب مفتی های زاهدان چاپ کردن برآوردن. مفتی های پاکستان هم زیاده از 30 صحابه روایت کردن 3 طلاق در یک مجلس 3 طلاق میشود. خب 3 طلاق میشود. و دیگر همی که هم 4 مذهب، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی 3 طلاق افتگی هستند. دیگر او را نمیشه، راه نداره. اگر کسی که یگان دلیل میکنه، حجت میکنه، دیگر فقط شیعه 3 طلاق 1 طلاق میگن. حضرت امام حسن وقتی که حضرت علی را که قتل میکنن، میاد زنش وقتی که منصب مثلا خلافت میگن تبریک تهنیتش میکنه، حضرت 3 طلاقش میکنه. بعدا پشیمون میشه، میگه که حضرت میگه انا پشیمون شدیم، دیگر بسیار گریه و زوره میکنه. زنه که میخواستن فرد روز قیامت از تحت مثلا که اهل بیت پیامبر محشور شدن، بسیار گریه و زوره میکنه. زنی زیبا بود، از حضرت امام حسن هم دوستش میداشت. بعدا حضرت امام حسن گفت اگر من از پدرم نمیشنیدم، حضرت علی پدرم از بابا محمد صلی الله علیه و سلم اگر همین سخن نمیگو، هر آینه میگرفتم. اما 3 طلاق کشید دیگه ایره نمیتونی گرفتن. اما شیعه 3 طلاق 1 طلاق حکم میکنن. غیر مذهب هم که 4 مذهب دانستن، مثلا 4 مذهب نبدگی ها، اونا لو مذهبی و 3 طلاق 1 طلاق حکم میکنن. اما در 4 مذهب 3 طلاق هست. الله ذوالجلال همه ما و شما رو توفیق و هدایت نصیب و روزی بگرداند. اینجا یک سوال دیگه با اومدگی است در بابی که زنها مثلا که استفاده طلا البته که برای مردها حکمش حرام است، اما برای زنها رخصت است. استفاده طلا که برای مثلا که خب زنها را هم مسائل فقهی بیان میکند، میگه که در مسائل فقهی خودی همی اعلان سنن نموده که و یجوز للنساء لبس انواع الحلی كلها من الذهب والفضه و خاتم و الحق و سیوار و خلقال و تعاق و عقد و تعاویز و قلاعید و غیرها و فی جواز لبسهن خواب. همین چیزایی که مثلا که گردنبند طلا، گوشواری طلا،
خب دستمونه تیلو، چله تیلو برای زنان رخصت هستن. در اینجا خلخال گفته است. خلخال مثلا همون چیزی که حلقه‌ای که در پاشون میکنن، یا بسیارتر قسمت های هندو او طرفو میکنن، مردم های مونا میکنن این کاره در پاشون میکنن، خلخال میگن امورا. او هم از تیلو بوشه رخصته. خب بعضی زینت های هسته که مثلا از مردم ما و شما نمیکنن، دیگر مردم هستن که بینیشون سراخ میکنن، در بینیشون هم یگان حلقه یا یگان نگینه تیلویی میمونن، یا برای مثلا که دیگر هستن. این هم چی است؟ همین زینت ها برای زنها از تیلو یا از نقره رخصت است. اما برای مردینه چی است؟ حرام است. که روایت احمد، امام احمد بیان میکنه از عمار بن عمار ان عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه قال ان رسول الله صلی الله علیه و سلم رأى فی ید رجل خاتم. حضرت عمر میگه پیامبر صلی الله علیه و سلم در دستی در انگشت یک مرد یک چله را دید من ذهب از تیلو، فقال القی، پرتش گفت تیلو داد، فالقاه فتختم بخاتم من حدید. چله تیلو رو انداخت. روز دیگه اون مردم در دستش چله انگشترینی آهنی بود. گفت ذا شر منه، این گفت از اون تیلو دا بدتر است. گفت آهنی هم رخصت نیست. فتختم بخاتم من فضه فسکت. دیگر روز اومد چله نقرگی انگشترین نقرگی داشت. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه فسکت، سکوت کرد. یعنی نه تیلو را رخصت داد نه آهن. آهن ضرر دارد برای آدم، باید یگان چیزی آهنی در بدن آدم نرسه. پیشتر هم میرن میگفتن مردم میگفتن تیلو برای چی به مرد حرام است؟ ابریشم تیلو حرام است. حکمت حرام بدنش همین است که تیلو و ابریشم در بدن من لیونت میارن. حکمت همین حرام بدنش که لیونت همی که آدم نازک میشه. بدن همون مردک مثل بدن زن میشود دیگه، ملایم میشه و همینطوری نازک نفیس میشه. حالا اون که مرد باید که خشین باشه، زن باید نفیس ملایم و پاک باشه. مرده که کمی تیلو استفاده کنه، چله تیلو و گردنبند تیلو، همش تیلویی کنه، گوشواری تیلویی بمونه. هم مرده گوشواری دیگه چی مردیش میمونه؟ او دیگه خدا پناه بده. غیر دینو میکنه که مسلمان باید این عمل نداشته باشه. خب همین کارا رو بکنه مثل زن میشه. رفته رفته بدنش لیشیم برای زن حلاله، برای مرد حرامه. بدن مردم که بپوشه اگر همون بدن مردم نرم میکنم تا رنگ بدن زن میکنم. فقط عرفجه را وقتی که بنیش در یک جهت شکست، پیامبر صلی الله علیه و سلم از هر یک میتلی کردن بو گرفت، گنگرین نمیکنه، خدا میکشه. فقط پیامبر امر رخصت داد که از تیلو همی بنیش استفاده کنن. همین ضرورت در رخصت میشه، درست میشه. ابریشم هم فقط در حالتی غزوه پیامبر برای چی است؟ برای همون غازیان رخصت داده است. دیگه حالتو در ممکن نیست. برای زن هم تیلو، هم نقره، هم ابریشم استفادهش درسته. الله عزوجل همه ما و شما را توفیق هدایت نصیب و روزی بگرداند. این برادرایی که سوالا را دادن خداوند در حفظ حمایش نگهبانشون باشه که به خاطر سوالای برادرها انشالله هزاران نفر باز از این مسائل شرعی و خبر میشوند. خداوند همه ما و شما اسلام و مسلمان در تمام کره زمین الله عزوجل تن صحت و سربلند نگهبان باشه. این سرزمین تاجیکستان عزیز ما و شما را خداوند پرفیض و برکات و به آفت بگردانه و الله عزوجل اهل ایمان و اهل اسلام پروردگار را توفیق هدایتشون زیاد کنه و به توفیق را خداوند توفیق هدایت کنه. ربنا تقبل دعاءنا واغفر لي يا رحمن ذنوبنا برحمتك يا رحمن.